هنگامی که قریب می شود دمیدن سور اول، ارسال می کند الله تعالی شمال ملایم را، از حریر هم کرده ملایم تر است. پیدا نمی کنی بنده ای را که در قلبش ذره از ایمان وجود داشته باشد مگر اینکه الله روحش را قبض می کند. به همین خاطر قیامت برپا نمی شود مگر به انسانهای بد. سپس امر می کند الله تعالی ملائکه اسرافیل را بر سور اول، با صدایش همه از هوش می روند مگر کسانی را که الله نخواسته باشد، و باقی می ماند دنیا همین گونه 40 سال و زنده ای نمی ماند در روی آن، و کسی زنده نمی ماند در روی دنیا بجز الله. همه خوابند زیر خاک، نه روسیه، نه امریکا، و نه آلمان، و نه انگلیا، و نه چین، و نه فرانسه. تو را از کوه ها می پرسند، بگو پروردگار من همه را پراکنده می سازد و آنها را به زمین هموار مبدل می کند، در آن هیچ کجی و پستی و بلندی نمی بینی. و هنگامی که خالی می گردد دنیا و تبدیل می گردد زمین به دیگر زمین و این چنین آسمان ها، سپس می گوید الله تعالی ای ملک الموت کی باقی مانده است از خلایق؟ انسان ها مردند، جن ها مردند. هنگامی که قول الله تعالی نازل می شود هر نفس چشنده مرگ است. می گویند ملائکه ها ما نفس نیستیم بلکه ما روح پاک هستیم. پس نازل می گردد قول الله هرچی بر روی زمین از فانی شده نیست. ملائکه ها می گویند ما اهل زمین نیستیم بلکه اهل آسمان. پس نازل شد قول الله همه چیز هلاک شونده است بجز ذات الله، فرمان روایی از آن اوست و به سوی او بازگردانده می شوید. پس به سجده می غلطند و می گویند سبحان الله، باقی ماندن تنها از آن الله است. مردند ملائکه ها و انسان ها و جن ها و پرنده ها و هر چیزی که در روی زمین و آسمان هاست بجز ملک الموت. و می پرسد الله تعالی چی کسی باقی مانده است از خلایق ای ملک الموت؟ می گوید الهی کسی باقی نمانده است بجز جبریل و میکائیل و اسرافیل و بنده ای که در نزد تو ایستاده است. پس گفت الله قبض کن روح جبریل را ای ملک الموت. پس قبض کرد روح جبریل را. باز کی مانده است؟ می گوید میکائیل و اسرافیل و بنده ذلیلی که در نزد تو ایستاده است. قبض کن روح میکائیل را ای ملک الموت. پس قبض می کند. قبض کن روح اسرافیل را ای ملک الموت. پس قبض می کند. پس می پرسد الله جبار جل جلاله کی باقی مانده است از خلایق ای ملک الموت؟ می گوید کسی باقی نمانده است مگر بنده ذلیلی که در نزد تو است. پس می گوید الله بمیر ای ملک الموت. موت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت. هنگامی که احساس سکرات موت را می کند می گوید اگر می دانستم که سکرات موت اینقدر سخت است از تو می خواستم که مرا معاف می گرداندی از گرفتن ارواح بندگان. ويموت ويموت يموت ملك.
و الله به دنیا نگاه می کند و چیزی نمانده است در دنیا. الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والبحار سجرت والنفوس زوجت السماء كشفت الجنة أزلفت الجحيم سعرت نگاه می کند الله به دنیا و او خالی است. پس می گوید ای دنیا کجاست نهرهایت، کجاست دریاها و بحرهایت، کجاست قصرهایت و کجاست پادشاهها و فرزندان پادشاهها، کجاست ظالمان و فرزندان ظالمان، کجاست نفرهایی که زندگی خوب داشتند و عبادت غیر مرا می کردند. ملک از آن کیست امروز؟ ای دنیا ای دنیا کجاست ظالمان و فرزندان ظالمان، کجاست پادشاه ها، کجاست فرزندان پادشاه ها؟